میان کوهساران سخت جانم زادند. در ره کوهسار بهر امتحانم زادند. والدین بی نشانم چون نشانم زادند. در زمین کم زمین بیکرانم زادند. روستای میان کوه‌های سر به افلاک، دهه مزار شریف که 20 کیلومتر دورتر از مرکز شهر پنجکند جایگیر است، طبیعت دارد نظرربا و دیدنی. اینجا مکانی است که از چهچه بلبلان و قهقه کپکان و نوای چشمسارانش شیرین کلامترین شاعر شعر ناب لایق شیرعلی الهام می گرفته است. خانموزه لایق شیرعلی هوای شعر و شاعری دارد. هنگام وارد گردیدن به کلبه کودکیش در نزد صندلی کنج خانه مادر خوشنظرش را جستیم و در گهواره کودکی هایش زنگوله محبت مادر را. بیستم می سال 1941 در همین کلبه فقیرانه ساعت 10 شب با تعب شاعرانه استاد لایق چشم به عالم هستی گشوده تا ختم مکتب 7 ساله همین دهه در همین جا زندگی کردند که اولین الهامه استادم از همین جا گرفته شده است. چقدر که وقتای پیش بالای بام ها شیفر نبود، وقتای باران میچکید، همین منظره استاد به شعر کوچاندند. این شب ترشروی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد، بام او میچکید زی باران ها، در دلم عالمی بداد آمد همین کلبه. و گاه وقتایی که مادرم به کنج صندلی شده جامعه دامادی میدوختند، همین منظره هم استاد به شعر کوچاندند که به کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم شاید جامعه دامادی میدوزی به 100 نیت که روزی توی دیده در قدی من بشکنی ارمان، با اون دستان لرزانی شرفناکت بمیرم من. ایا مادر انا همین کنج صندلی و همین کلبه فقیرانه. عموما شعرهای استاد همشون طبیعی به دنیا آمدگی‌اند، یگان تاشون صنعی به دنیا آمدگی نیستند. یک منظره دیگر که استاد به شعرشون کوچاندن، گفتند که مادرم که صبحگاهان چو گاو میدوشید، پشتی او را به مهر مالیده، میله هایش ز شانه می افتاد به درون شیردوشه لغزیده. هر گهی در تنور بازودار کلچه های به شیر می چسباند، سر مژگان و ابروانش را لخچه های تنور می سوزاند. شیر بود دستان او شبها نرم به سرم می لرزید. بی سخن پلکای چشم مرا به نوک پنجه هاش می مالید. چقدر در دلم تمنا بود لیک از سادگی نمی گفتم، دستی او بر روی دلم و سها را شمرده می گفتم که همین منظره این اثر هممون گذشتگی. و باز وقتی که این همه مادرها میگونه همین منظره استاد به شعر کوچاندن. مادرم دائم میگفت وقت خواب کن البته با پهلوی راست، آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه بازوی راست. نان را دائم به دست راست گیر، پوش اول آستین راست را. گر ببندی عهد دست راست ده، دست چپ نی خیر دارد نی بقا. خورد بودم بی خبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست.
خواب کردن سیر بودن مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بنموده است. پدرم دهقان بودند. بسیار میخواستند که استادم دهقان باشند که در یکی از غزل هایشان استاد همین را کوچاندند که پدرم ای پدر دهقانم تو همی خواستی دهقان باشم، نروم یک قدم از ده بیرون بنده مذهب و ایمان باشم. پدرم باز ببخشا بر من که نمانند تو من دهقانم. شاعری هم به مثل دهقانی است، شعر تخمی است که سبزد در دل. لایق شیرعلی نسبت به زندگی نگاه خاص خود را داشته است. هر آن زیبایی که دیده است بر رشته نظم کشیده است که در هر مصرع شعریش میتوان ذوق والا و چشم زیبا بینش را دید. اولین خاطرات من همین که استاد لایق وقتی که در صنف هفتم میخوندم در دوران من همین کوه بگه یک جای بسیار استاد دوست می‌دارن، همونجا آبشار میگن، همونجا گوسفند میچروندن. بعد یک تا رفیق استاد خواست که در بین خلق شهرت یابد و یک سنگ به نامش نویست. یک روز تا بیگاه وقتش صرف کرده. بعد پگاه رفتن استاد که شب سیل آمده همون سنگ غیلانده گرفته من اینجا پایین آورد و همون نام وای نوشتگی طرفی تگ به غلطی دست و نام با استاد گفتن که تو اگه خواهی که شهرت یابی در بین خلق تو باید که نامت دل خلق بنویسی، نه اینکه در سنگ یکمین شعر استاد همین نام دارد. یک رفیقم خواست شهرت یابد در بین خلق، انا همین از انا همینجا بعد الهام استاد دوام یافته رفتن گرفت. اینم دیدید طبیعی. و وقتی که استاد در همینجا زندگی میکردن وقتی بهار از من این کوه اگر یک سنگ غیلان میشد و یک چند سنگای دیگه غیلانده به پایان میفراورد که استاد همین منظره به شعر کوچاندن که از کوه سنگ چون فتد صد سنگ را بیجا کند، مردی چون نامردی کند صد مرد را رسوا کند، نادان چو دانایی کند احسن بگویمش همه، اما چی بتوان کرد اگر نادانی دانا کند. همین چیزها طبیعی هستند، یگان تیشون صنعی نیستند. خانه بچگی استاد لایق شیرعلی که امروز به خانه موزه تبدیل داده شده است به یک گوشه الهام بخش پیوندان و دوستداران شعر نابش تبدیل یافته است. در حجره کودکیش اسباب و انجامی که شاعر در روزگار استفاده می برد جمع آورده شده، حجره دیگر با عکس های استاد و ارمغان های هدیه شده آرا داده شده. در حجره سیوم باشد اشعار شاعر با کتاب های دوست داشته ترینش جمع آورده شدند. بعدی که پدرم از دنیا گذشتن بعد استاد هر سال 2 بار 3 بار به قشلاق می آمدن. همون وقت استاد نو مسکویچ داشتن. این سال 75 به فکرم همین سال 75 بود یا پیش قفا. یک وقت استاد اولی بهار همینجا آمدن که دیواله حوالی ما پیشتر دیواله پخسگین بود، لایم بود. بعد وفات پدرم هم دیواله پخسگین غلطید. بعد مادرم دیوار کرده استاد بودن که استاد آمدن و با گفتن که انا فرامدن پرسیدن. بعد گفتن که مادرم که باتور چا کرده گشته است. بعد مادرم گفتن که خیلی مکتب خوانده گشته. من گفتن یک رباب خریده دادم. با استاد گفتن که آورم نواز من با. بعد از سبب که در قشلاق یگان استاد نبود ما نمیدونستیم. انا با من رباب آورم نواختم بسیار ناجور بود آوازش. بعد استاد گفتن که دادر بسیار ناجور، دلم سوخت گفتن. همین خیلی گفته استاد که در رباب نوازی من یک
آدم از ما بلندتر زندگی میکرد. همه راه گذشته اساش دستش پیشتر هوا تازه بود، برف خیلی شفاف میبارید، چشم آدم میبرد. چشم اما آدم برف بردگی بود و آدم دامون نیا کرده رفته درون جو بزده غلطیدن، اساشون عدسشون غلطید. استاد رفته برشون تنگی با اساگیری همین هم دلم خیلی سوخت گفتن و بعد نیا کردن که این پیرزن ها وقتی که اون کار میکنن خم شده کار میکنن. مادرم خم شده لای کردم گفتم بقد مادر پیرم که زمین بوس شده است گفتن و مینیحت پا بلوی گور دلم میسوزشن نگفتم. بعد ما از سببی که بچه بودیم نمیدانستیم، بعد چندین سال من فهمیدم که همون شعر با همون نغمه ناجور دلم میسوزد. استاد با من گفته بدین و هوای دهن همین نزدی در حولی من تولد شده بود از همون شعر که اینم طبیعی است. مادرم میگفت دائم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست، آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه و بازوی راست. نان را دائم به دستی راست گیر، پیش اول آستین راست را گر ببندی عهد دستی راسته. دستی چپ نه خیر دارد نه بقا، خورد بودم بیخبر بودم هنوز، فرق بین دستی چپ یا راست چیست؟ خواب کردم سیر بودم مدعا در دستی چپ یا راست چیست؟ بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت نموده است. بعدی که بعد استاد روم نوازی منو عیب کردن، 100 سوم من با پول برآوردن، 100 سوم شوروی و $1000 حاضر با قریب توغری می اومد. گفتن که دادر بسیار ناجور نواختی، گفتن دلم سوخت، گفتن رفته سیمای نو میخری یا رباب نو میخری، گفتن آورده همین درست میکنی. بعد من با این چیز خیلی سخت تاثیر کرد. من عزم گرفتم که من یک کار کرده باید همین نغمه جور کرده استاد با نوازم. من خیلی کوشش با خرج داده کمتر جابجا کرده اکن جور کردم نغمه که بود که چلیم دستانو بریدم که همون گفتگی استاد ما نغمه ها ناجور تا با امروز. برای همین یکی از غزل های استاد اکن ناجور باشدم میخوانیم. در جهان من نبودی، در جهان من بیا، در جهان من نبودی، در جهان من بیا. خوشگمانی توستم، خوشگمانی من بیا. حیف کردم من جوانی را به بیشق دریغ، فصل پیری آمده یاری جوانی من بیا. در خزان افشان گل افشانی تو می باید مرا، در بهاری من نبودی، در خزانی من بیا. با وصال دست نارسم چو دامانی افق، گر به دستم نیستی بر داستانی من بیا. با وصال دست نارس همچو دامانی افق، گر به دستم نیستی بر داستانی من بیا. در فضای حسن تو یک چند سازیستم، عشق تو خامی من همزمانی من بیا. تا بدان
چیست قدر سوختنهای خموش در زمین دردهای آسمانی من بیا تا بدانی چیست قدر سوختنهای خموش در زمین دردهای آسمانی من بیا بعد مردن هم درون گوری تار عشقی مرا خاک میداند بیا بر خاکدانی من بیا در جهانی من نبودی در جهانی من بیا یکی از خاطرهای دیگری که وابسته است به برادرم این همین ساعت است. باری استاد به همین جا آمدن و همین ساعتشان را گم کردند. این ساعت هم در همون وقتش ساعت بسیار با آبرو بود. این ساعت در مگزین‌های دوره شوروی فروخته نمیشد. کسانی که به همون افغانستان میرفتند، انستیتوت شرقشناسی تمام کرده به پاکستان، به ایران از همون جایها می آورند که از شاگردای استاد برای استاد اینا تحفه کرده بودند. در همینجا گم شد. بعد که استاد رفتن این ساعت یافتیم. استاد گفتیم ساعتتون رو یافتیم. اون گفتن ساعتی من مونیتور است و حال قیمتی بلند پیدا میکنه. بودن در حقیقت هم امروز قیمتی بلند پیدا کرد که هر تماشابینی که از گوشه کنار تاجیکستان بیان این ساعت استاد را یک دنیا به خود الهام میگیرن. بعد چند سال همین ساعت ممکن 35 سال شد یا 87 سال بود همین کار. 87 باشه 35 سال شده است. این ساعت تا حال کار میکند حاضر. من تصور میکنم که زندگی استاد خودشان که شاعر بودن زندگیشان هم سراسر شاعرانه بود. یکی از همون ویاشون ما بعدتر فهمیدیم که باید زندگی اون کس شاعرانه بوده است. در زندگیشون همون چیزای فهمیدن نتوانستیم. باری استاد آمدن به همین دیهای بعد شب رفته به خانه برادر کلانیم خواب رفتیم. استاد سحری از خواب دیر میخیستن و برادر کلانیم باشن خیلی بر وقت میخیستن از خواب. بعد اون از خیستن چای پای تشکیل کردن و برآمدن در آمدن و آمدن و گفتن که این باتور بسیار سحرخیز و همه کورپی بالاش وزبین. گفتن که استاد اتک جاگه آست سرشون رو برآوردن که اکا ما بر وقت خیسته بودیم ما هم تو استراحت کرده ایستادگیم. این خوابای من گفتن اکا خوابای ایجادی من در خوابم هم ایجاد میکنم. گفتن اگرچه برادرم در بینمان نباشنم لیکن شعراشون که در بینمان هستن ما هر روز از استاد یاد میکنیم تصور میکنیم که اونگاه درباره ما هستند. در خانه کودکی لایق شیرالی که از جانب پیوندان و دوستداران شیرینابش به آثارخانه خردکک تبدیل داده شده است، در فانوس تا به حال مانده‌اش نشان از شب‌های بیخوابیش را می‌توان دید و
در تق ساعت از کار نماندهش تپیش قلب پرمهرش را شنید و در دو تاز کودکان همدهش شوخی های کودکیش را تصور کرد. الا شیر عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داد. الا شور دل دنیا، مرا تو زنده خواهی داد. وزیر سنگ های ثابت و سیار گردون ها، الا البرز پا بر جا، مرا تو زنده خواهی داد. بسا شیر تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزی اگر از درد شیر و عشق می میرد، الا عشق جهان آرا، مرا تو زنده خواهی داشت. سخن پیدا و ناپیدای هر خلقی سخن ساز است، الا پیدا و ناپیدا، مرا تو زنده خواهی داشت. الا دیوان حافظ، حافظم باشی زی هر مرگی، الا دیوان مولانا، مرا تو زنده خواهی داشت. پس از دیدن طبیعت نظرربای این دهه دوردست که هوای شعر و شاعری دارد، میتوان گفت که سرچشمه ایجاد شاعران خوشکلام طبیعت ناتکرار وطن است.